سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخوام یه سریال جذاب بهتون معرفی کنم. اسمش پلوریبوسه. داستان درباره یک زن به اسم کاروله که مردم بهش میگن بدشانس ترین آدم روی زمین. اما یه روز یه چیز عجیبی میفهمه. انگار این خوشحالی مردم یه چیز ظاهریه، یه چیزی پشتش قایم شده. فضای سریال خیلی رازآلوده. از اون سریال هست که با مغزت بازی میکنه. هر قسمت یه سوال جدید میذاره جلوت. اگه دنبال یک سریال هستید که هم عجیب باشه هم مغزتو درگیر کنه، پلوریبوس میتونه انتخاب خوبی باشه. همین دیگه. امیدوارم ببینیدش و بیایید بگید شما چه برداشتی از این سریال داشتید.